سلام. همونطور که توی یکی از ویدیوهای گذشته دیدید، ما یه سمندری رو شکار کردیم. لینک ویدیو رو من قسمت بالای تصویر براتون میذارم. ما یک سمندری رو شکار کردیم و قرار بود که تاکسیدرمیش بکنیم و یا تثبیتش بکنیم. با توجه به قولی که داده بودم، گفتم که یه ویدیو بگیرم در مورد تثبیت کردن خزندگان و پرندگان براتون. برای اینکه ما یه خزنده رو تثبیتش بکنیم نیاز به چند تا وسیله داریم. یه سرنگ احتیاج داریم، یه ظرفه بار مصرف و قاشق، پودر کربنات کلسیم، فرمالین 10%، الکل بالای 70% و یه شیشه. روش کارمون به چه صورت هست؟ موجود رو اول میذاریم به مرحله انجماد برسه، بعد میذاریم نیمه یخ زده بشه. وقتی که نیمه یخ زده شد میشوریمش، کامل گرد و خاکش بره، خونش بره، خونابه هاش بره و بعد شروع میکنیم به تزریق فرمالین. کار فرمالین چیه؟ کار فرمالین باعث میشه که هم بتونید اون فرم دلخواهتون رو به خزنده یا پرنده بدید، همین که بافت گوشتی اون موجود از بین نمیره و ثابت میمونه. برای مرحله اول ما اول میایم به اندازه این لیوان یک بار مصرف 1 قاشق از این کلسیم کافیه. کلسیم کربنات خنثی میکنه، یه مقداری فرمالین اون حالت اسیدیتش رو میگیره. یه مقداری از این فرمالین میریزیم. و شروع میکنیم به هم زدن تا کامل پودرمون توی محلولمون حل بشه. بعد سرنگمون رو برمیداریم و یه مقداری توی سرنگمون میکشیم و شروع میکنیم به تزریق موجودی که میخوایم تثبیتش بکنیم. به چه صورت؟ به این صورت که برعکس میخوابونیم. شروع میکنیم یک سری از نقاط حساسش که مهم هست رو تزریق میکنیم. اول دستاشه، توی دستاش تزریق میکنیم. زیر گردنش تزریق میکنیم.
توی شکمش، توی پاهاش، پاشو تزریق میکنیم. نمیدونم توی فیلم مشخصه یا نه، وقتی که من تزریق میکنم یه مقداری حالت برآمده میگیره محل تزریق. این قسمت حتما باید تزریق بکنید چون که قسمت تناسلیشه و این زودتر از همه فاسد میشه. و داخل دومش به صورت خطی نقطه‌ای اینجا میریم روی یک خط. بعد از اینکه تزریق ها رو انجام دادیم باید بریم برای اینکه یه مقداری آب بزنیم تا فرمالین های اضافه و خونابه هایی که وجود داره یه مقداری تمیز بشه. من یه آب میزنم و میارمش، یه شستشوی ساده انجام میدم با آب و دوباره میارمش ادامهش رو واسهتون توضیح میدم. خب من الان این رو شستم و آوردمش. مرحله بعدیمون اینه که شیشمون رو بذاریم، الکلمون رو داخلش بریزیم. فقط این رو مد نظر داشته باشید اگر که موجودی که میخواید تثبیتش بکنید حاصل از شکار باشه، یعنی زخمیه و خون داره، این رو مد نظرتون قرار بدید که 1 هفته بعد از انجام تثبیتتون باید الکل رو عوض بکنید چون رنگ تقریبا خونی میگیره و بعد یه شستشوی ساده انجام بدید و دوباره الکل بریزید و تثبیتتون به اتمام میرسه. و بعد به اون فرمی که میخوایم موجودمون رو داخل الکل قرار میدیم.
بله به این فرم، حالا من اینجوری دوست داشتم بذارم، به این فرم داخل الکل قرار میدیم. یه مقدار دیگه هم الکل روش میریزیم تا شیشمون پر بشه. و این خزنده الان دیگه تثبیت شد کاملا، تثبیت، نه بافتش از دست میده نه فرمش از دست میده و همینجوری خواهد مون براتون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. اگر که دوست داشتید میتونید سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید، فیلم های جدیدی که بذارم و سریع میتونید ببینید. ممنون ازتون، خدا نگهدار.